داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. اپیمدیوم نیا پاستا برای بقوت کردن بدن، شخصانی که بفرزندند، خنک گرفتگی پایها، فیتو سویچیر، روغن گل صدبرگ با مشکلات دل و گردش خونی رگها، درد سر، التهاب عصبها و با دیگر دردها شفا میبخشد. چودا ماسلا، روغن سیاهدانه برای تمام دردها، امگا 3، روغن دانه کدو برای زخم معده، سنول برای وزن زیادتی، بینسلی، بواسیر و غیره ها، سمیون وان برای زیاد نمودن وزن بدن شخصانی که خرابند و بسیاری از نمودی داروهای دیگر را به شما پیشنهاد می نماید. برده رساندن رایگان می باشد. به رقم های در اکران بوده مراجعت کنید. میبینم که با مصوره زیاد نگاه داری. نمیدونستم که تو کم کم صنعت رو میفهمی. فهمیدن شرط نیست شیر بچم. کس باید از صنعت معنا و از حیات بلا نجوید. تو با این چی گفتن میخوایی؟ همان دختر رو که خوش دارد است با یسین همچون همکار شناس کردی. بعد وقتی من به تو فشار آوردم از چی باشد که به سری من پی هم بلا آمد. با من هر گونه پیام به مانندی تهدید می آمدند. تیرزم را سنگ باران می کردند. اکنون باشد این دامی دزدی پیدا شد. من چی دخل دارم؟ این گپای تو اساس ندارند. به من نگر. تا امروز انتظار بودم که این دکان به خوبی گشاده شود. اما من هر لحظه می توانم ضربه جوابی زنم. هوشیار باش. به تو مصلحت می دهم که هوشیار باش. تو نمیدونی با کی سر و کار میگیری. در اینجا ایستاده صورت تماشا کن. هم با تو چه؟ تو چه حق داری که با مناسبت من و احسین کاردار میشوی؟ یا اینکه تو در دلت امیدواری که روز احسین از آن تو میشود؟ بیهوده امیدوار نشو. این آرزوهایت عملی نمیگردند. این هیکل برای تو معنی رو ifade میکند. نه. با دقت نگاه کن. من نقاب رویت را آن همین خیل میکشایم. احسین به من امانت است. اگر به او دام گذاری روزی تو را سیاه میکنم. دانسته باش. اکنون گم شو. بسیار خرسند شدیم. آفرین به شما. تشکر زیاد. روزی خوش آمدید. روزی خوش. ای دیمت جون، اینها رو من پگاه همه یک جای جمع میکنیم. حتی پگاه تو دمگیر. نبیا خوب؟ امروز بسیار خسته شدیم. روز دیگر بیا. خوب اپا. اینجا رو به ترتیب در آورده بعد میروم. فهمم. خیر، چی خیر گذشت؟ بد نیم به فکرم خیلی عالی گذشت. بسیار خسته شدیم ولی ارزنده بود. به همه‌تان تشکر زیاد. اگر شما نمی بودید شاید اینجا رو آماده کردن راحت بخش نمی بود. هر یکی شما در اینجا سهم خود را گذاشتید. با شرافت شما ارزش معنوی اینجا به مراتب برایم افزود. تشکر زیاد. دستانتان درد نکنه. نمی ارزد. خیر تمام. این خیلی باشد مبارک شود. پر برکات شود. تشکر زیاد شفقت. تا بازدید. تا بازدید. تو باید نمایشگاه رو در یک جای حلال میکشادی. ولی مادامی که در اینجا کشادی من دائما با تویم. شوکت به کجا؟ ای بچه این کشاده شوی گفته دردی خودم را فراموش کردیم. هزار یک مشکلات دارم، هزار یک قرض دارم، باید پرداخت کنم. جای گریز نیست. تمام بیا یک چای نوشیم بعد میروی. نه چای رو شام می نوشم. بیا ای آخرای تو با کار دنیا تمام شوی نداره. بیا یک چای نوشیم. تمام این را گیر.
این چیست؟ ما بین خود پول جمع کردیم شوکت. اکنون تو میتوانی قرضهایت را پرداخت کنی. 1 ماه آزادی. در هیچ کجا شما بر این رفیق نیست. گریه میکنی گریه کن برای چی گریه کنم؟ حالا گپم تمام نشده است. شما بر این رفیق نیست، در حقیقت نیست. همگی 1 ماه قرضم را پرداخت کرده. بازیگرش به گردن خودم ها؟ کرنمک. айба намедонӣ шавкатшо шуд тамом ҳамаи қарзоятро месупорем. биё як чой нӯше биё. نه شوخی کردم اینجا بیایید. از ما روی میگرداند و باز با باور میگردد. биё шавкатшо ашқим аст. мошинат аз сарра гир. 1-2 دقیقه صبر کن. мебахшӣ нафаҳмида мошин гуфтам. аробат аз сари рагир. дар ин одамро савор кардан хатарнок ва гуноҳ аст. ака ба мошин бисёр вой манаку ина марда ки биё пойга кинем. устодум 100% тора мегзарам. даматро гир. ҳамин хел ин хел бошад ба устодат бигӯ пойга мекунем. дар ним соат ароба буданашро мебинед. бача ту клей чӣ ин қадар ба ман мечаспӣ? чӣ шуд? тарсидӣ? сахт тарсидам. ин хел бошад биё пойга мекунем. касе ки бой дод мошинашро медиҳад. устод пойга ку мепурӣ иқа катайса кинем. даматро гир бодринг зав аз инҷо. бин оби даҳани шогирдат рехт. ва мошинам ҳавас дорад. тавони мошинамро гир. рафиқонатро сайр мекунонӣ. мо муҳтоҷи чизу чораи дигарон нестем. натарс. мошинатро бой диҳӣ, эсин боз наҷот медиҳад. аз нав харида медиҳад. алфонс. ин хел бошад хуб. бар қасди ту дар пойгаҳ иштирок карда мошинатро набурам. номи ман Шавкат набошад. ҳагоҳ берун аз шаҳр во мехӯрӣ. ё тоба шавкатҷон худро ба даст гир. шавкат عصبی نشو ماشین رو آیستانونی як тараф истед. 1-2 بسیار نامسئول وای مناکو جاینا کی خدانی جو. ҳазрати бинӣ ба мо ку гап зада метавонӣ, лекин ба ӯ ҳеҷ чиз гуфта натавонистӣ. охир маро устодум иҷозат надод. набоша зада даҳну дандонша паққа мекардам. аҳа гап зан вой макун. бара гумшаи اینها دیوانه‌اند. قسم میخورم که اینها دیوانه‌اند. خیر تمام بیاید به درون درویم. رفتیم. биёед рафтимӣ. ба фикри ма ҳами Шавкат устодум мебурада пойгада. бинӣ ҳозир якта мезанам бинӣ калонат калонтар мешавад. мошини устодат аз давраи худхудуз мондагиае. бо он мошин не пиёда агар пойга куна беҳтар аст. شوکت راننده خوب است اما نمیدانم. بله شوکت راننده خوب است ولی ماشین بارا رکت است. هر دوشون چه خیلی پایگه میکنن. این به مسابقه سنگ پشت و خرگوش مانند است. یکتاش ماشین پیش بازار، دیگرش ماشین پیش موسر. حل است. این کار را به عهده استاد جون مگذارید. من با تمامی نازکیش این کار را حل ҷамъахон ту дасти бебаракатта дар ӯ мошин нарасон ки касофат мешавад. касофат. агар ту расти мошина ҳатто трактор мегзарад. این خیلی نبود. هرگز این غفا را نزنید. من ماشین او را چنان تعمیر میکنم که یکون ماشین از او گذشته نمیتواند. بفهمید؟ این کار را در محله نکن که تمام محله میترکد. ҷамъахон ту рафта доса бел таъмир кун, лекин ба мошин нарас ки گیدروگن. گیدروگن؟ گیدروگن میگویند. این چگونه آبتی دهانم تخت کرد. شفقت به تو چی شده؟ به اساس با بورا جنجال میکنی؟ تو کودک هستی مگر؟ گپش را بین. بزرگان چی گفتند؟ آنچه که میبینی به نیمش باور کن. آنچه که میشنوی تماما باور نکن. من برای چی جنجال کنم؟ مگر من دیوانه‌ام؟ بله دیوانه ای؟ اما دویمو دیوانه نیستم. مرا در پیش همه خجالت کرد. چی مردمم را خدا میکردم؟ من نمیدونم. این مسئله پایگاه بی عقلانه است. حاضر به بورا زنگ زن و بیکار کن. نه تو این را فراموش کن. سخنی مرد یک تو. باید این گپ را نمیگفتی. شفقت من اجازه نمیدهم که تو در این پایگاه اشتراک کنی. او را بیا کسی از او اجازت میپرسد.
салом алейкум. Хонаи ҷаноби Босқирро намедонед омми? خانه جناب باسقیر رفیقانم کمک میکنند. این برادر میگوید که خانه جناب باسقیر را میدانید. акай босқир ҷону ҷигари мост албатта медонем хуб медонем. تو در دستت گل گرفته آمده تینجی است؟ با فکرم یکان کاری خیری است. ها завчигии духтараш ба омадем. тақдир бошад мешидагист. تقدیر پقدیر نیست برادر. با این افت و اندومت با تو حتی سگشان را نمیدیم. سگشان را. чӣ хел? хулас бародари азизу меҳрубонам, ин рафиқи мо мегӯяд ки мо акай босқира хеле хуб медонем. бо ин хеле гули фачу афту андомат ба ту духтар намедиҳад. афтат ранги ботанико, барои ҳамин. чӯ ки? биёед шумо ба чойхонаи мо гузаред, мо мефаҳмонем. холоҷон, биёед шумо ҳам биёед. این بچه اینقدر سوالهای بی‌معنی می‌دهد، اینقدر کنجکاو است. گذر عزیزم گذر. ана акай босқирда анам хеле одамо маъқулай. фаҳмидам. برادر با آن اولاد انمی خیلی ها معقول. تو باشی گاز و کاسومبروک با آداب کرده خودت رو آماده ریشت هم نیست. وقتی که به خانه شون میدروی باید که با زبان راکن رول جاز گپ زنی. من نمیدونم این خیلی زبانوی نمیدونم. خیر علاج دیگر نیست شیر بچه. جان نکنی جانانه نیست. یک چیز دیگر رو باید گویم که احمق باسقیر با سرودهای ملی نفرت دارد. یک روز همین سلامی سرود کلاسیکی خودمون ماند. آن را شنیده اما که باسقیر همین خیلی پرتوف همه این جا رو جزیر کرد. یعنی خیلی بد میبیند. التماسان رو با یادمون نبیاره. دلم به حضور این از کجا با یادت آمد خدا تو رو زند؟ میبخشید مهمونو، همین خیلی یک واقعه شده بود. خلاص با این خیلی گپ زدن نمیشود. اکای باسقیر با این افت او رو در آستانه‌اش بیند زده پیش میکند. یعنی باید او رو تغییر دیم. باید رنگ و نمودش رو دیگر کنیم، لیکن نمیدونم چی خیل کنیم. تو باید افت و اندامت رو باید دیگر کنی دوستم. خای این کار رو چی خیل کنیم میشد؟ اگر انم خیل کنی تاش نه هم عروس ده معقول میشه هم تاش ده. انا این برادری ما تو رو در یک لحظه آدم میکند. به طرف عروس با یک نگاه معقول میشوی. نه یه؟ راست میگویی تامی؟ البته این کار با هدای من. احمق تو دستت این خیل کن این خیل اما همین خیل شما با افتی چوما مانندی نگاه نکنین. این ستیلیست مخصوص انریک ایگلیسیاس است. اوستای کار است. اگر خود را به اختیار این گذارید همش رو تخت میکند. برادر مهارتت رو نشان ده. زود باش. اسبابت رو برا. بسم الله گو. یا بسم الله. متالیک استیلیست است لیکن کارش رو به بسم الله سر نمیکند. پسرم این چی احوال؟ اینجا سیرک است برای مسخره بازی اومدی؟ من چلویک پاوگ هستم. مایکل جکسون رحمتی شاگردی من بود. من به سرودای ملی نفرت دارم. حیوان تو چی کار میکنی؟ مسخره میکنی؟ مرا خولیو ایگلیسیاس فرستاد. من و او یک جای همکاری میکنیم. من به او شاگردم. به شما سلامی زیاد گفت. بس است اکنون. با ما گفتن که تو در بانک مدیر هستی. این چگونه بانک بوده است؟ بانک راکی جاز. پدر جان او را فوتبال کنید. حیوانی پدر نالت کنی. داشت اینجا گم شد. داشت اینجا میمونی سوخته. دیگر قدمت رو اینجا نگذارید. گم شوید. باید شوکت به احساسات داده نمیشد. با همون عربه‌اش غلبه کرده میتواند. در بیسادش یک ماشینی ویرانه دارد، با همون پایگاه میکند. در پیش همون دو تا دختر خشون ریکلام کردن. چی در کار بود؟ درست میگوید. اما به هر حال تاریخ به ما نشان داده است که بورا بهترین راننده است. او به مانند شما آخر شفیاری میکند، اما هیچی گفته نمیشود. برادر جان، من به او هیچ چیز نمیگویم. من به شوکت میگویم که زود به احساسات داده میشود. مسابقه رو تمام کند هم در آخر ماشینش میترکد. استاد جمعه موتور ماشین شوکت رو کم چی بلا میکرد؟ شاید فایده کند. قاسم، به حرمت خدا چی میگویی؟ مرا عصبی میکنی.
ماشینی که جمعخان تعمیر میکند برعکس رسوا میشود. گاگا کاری جمعه اومد میکند. این رو تبابت کرده بود کو؟ آن تصادفاً شد. او به دختر برگذراند. اگر به تو میگذراندن موی میبراوردی. به شوخی میگویم. چی گپ است؟ شوریش میبردارند. همین کلیت 80 و 90 رو چیکار کرده؟ چی گپ است؟ ماشین رو چیکار کرده؟ پیش از همه صبح بخیر شوکت چیکار میکردیم؟ تمامی شب کار کردم ماشینش رو گریه کردیم. همش عالیست. با کی؟ شما کیستید؟ با کی هم میکردم؟ اسماعیل برخی صبح دمید. اینقدر مستی خواب شدی؟ در خوابت تور دیگون را دیدی چی بلا؟ درون این ماشین گرم بود استا، مثل شاهزاده ها خواب رفتم. صبح بخیر شاهزاده بین به خبرگیریت آمد. کارها چخیر؟ ماشین رو چیکار کرده دوستپند؟ چیکارها میکردیم؟ موتور رو بخواد کردیم. تقویت گیدروگن کردم ماشینت پیش شد. به من باور کن. همون ماشین رود بس. همون ماشین رود بس. دیگر چیزی در کار نیست. چی نخوتی پیش قشنگ میشه؟ رفتن کجا؟ ماشینت پرواز میکند. پرواز. اسماعیل ماشین را به کار درار. آوازش را شنود. بین حاضر گار 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 گار. آوازش را برار شنود. به کار درار چی؟ چی شد؟ به کار نمیتره دوستا. برق نمیرسد به فکرم. خدا جزای شما را ندهد. ماشینی دو پا درست رسوا کردید. اکومولاتور در جایش نیست کو؟ اسماعیل اکومولاتور کجا شد؟ به فکرم در آنجاست. بیار کنی. مادامی که شما ماشین مرا کافتید پس من در این مسابقه بوی میدهم به نام خدا. میبخشی و تو مرا میرنجانی شوکت جان. تو در این پایگاه برد میکنی. در جایش مان. این ماشین درست کنید که به خدا که میرنجانم. سخت خفه میکنم. تمام ما حل میکنیم. تو مرغایت رو نوازش کن. ما همه کار رو حل میکنیم. کنی جا با جا کن چی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. سلام. شما در اینجا چی کار میکنید؟ با شما چی شد؟ کروبراتون رو پرتفته در اینجا کار میکنید؟ پیشکی میگویم که شما رو سخورته نمیکنم. امروز پایگاه هست، نخود به آنجا نروی. برای همین اومدیم. آفرین، یعنی شما هم. آنها کودکی میکنند، کارهای ابلهی میکنند، ولی شما باشید آنها را رفته تشویق میکنید، به آنها جسارت میدهید. خشمگین نشو. مگر این جالب نیست که شوکت و بورا برای تو مسابقه میکنند؟ برای ما عجایب است. خدایا شما چی ها میگویید؟ نخود که برای من مسابقه کنند. آنها برای ماشین پایگاه میکنند. چی ها میگویی؟ بله گوش کنید، من از هر دوی آنها رنجیدم و خشمگینم. از شما هم میرنجم. با خدا که عالی جناب کار میکند. یک لختک شد. عینی حال برابری نیست ماشینی باره شد. با این احوال شوکت غلبه کرده نمیتواند. او چی کار میکند؟ او باید از قوای توربو استفاده برد. توربوش چی؟ این یعنی دیوانگی شوکت. ما همه خیلی در مسابقه ها برد میکنیم وگرنه مشکل است. بگذار استو، هیچ گپ نه. بیچاره تینجا که گیرد و استفاده برد. ای بس گناه است. یک گپ های احمقانه نگو. یک تو میزنم. را شوکت را دیغزن. افتاد رنگی دیوانه ها گفته. دفعه گذشته هم همین خیل کردید. شوکت به تو عاشق است. شوکت به تو پیشنهاد آیله دار شوی میکند. من باشم از پشت شما کارهای ابلهانه کرده در پیش او خودم را شرمنده کردم. حالا هم همین کارتون رو میکنید. دوگانه سبب مسابقه کردنشون تو هستی. همه فهمید ولی تو نمیفهمی. بله. خیر، روز یکمی کاری مبارک امانت. خواهری سوداگر، همسایه. تا حال تو از من رنجیده ای؟ خیر، مسابقه رو دیده بعد آرام میشوی. هرگز نمیروم. اون ابلهی شما رو تماشا کردن نمیخوام.
تمام نبیا خیر من اکنون میروم میبینم که جمعه باز ماشین رو ویرونتر نکند رفت ایت خوشرویی بهار؟ چو کدی؟ همین پشمک بیزور کرد ای دختر با کجا میروی؟ بیا با ماشین برم تا تو جای در کاری تمه برم نمیخواهم با ماشینی تو سوار نمیشوم بوی پشم میکند با فکرم ترگون ماشین تنجاگ میفوره خواهی چیکار کنی بی خطیم برای خواهی چیکار کنی دختر؟ امروز شبکت پایگاه دارد به همانجا میروم پایگاه دارم؟ اینجا چی خیلی محله باشه؟ محله دیوانه گلا چی خیلی باشه دیلی دختره یافتهن در کار بهار! ایست ماشینه بیارم من هم پایگاه میکنم ماشین چیکار کردی؟ آوازش دیگه شد؟ الکتراشاک دادی؟ با الکتراشاک مسئله ماشین حل نمی شود انا اون بادیچه آمد ماشین همین استا کو یک بینید چی گپ است؟ این کونه خر است امک الو امک هی امک الو هی امک گوشت نمیشنود هی امک تو منو نمیشنوی این ماشینی پدرت است که دلش رک شده تماشا کردن میگیری بعد مسابقه ماشینت رو گرفته با این توفه میکنم چه خیل استا؟ یک تنگه هم ارزش ندارد سایی باشم این خیل تو خودت به چند پول میارزی ها؟ تو خودت به چند پول میارزی ها؟ حالا من تو رو پاره میکنم آرام باش شوکت قوتت رو برای مسابقه نگاه دار در اینجا بسیار خودنمایی نکن توبه کردم بیرا گم شو بسرات بالا نخواست برای ضربه میزند اما این خوب است کجا این خوب است نیکو کنی گپ زن با زور خودم رو داشتم وگرنه یک کله میزدم انا بعد هممون رفته در زندان میشیشتیم او بهترین ماشین را دارد اما به خودش باوری ندارد روحیت را میشکند با باطینت ضربه زدن میخواهد به این راه مده استوار باش درست میگویی بهار وای یعنی شوکت پیتوخ پرور شما مسابقه دارد اگر من هم در برش می بودم کمک میکردم هیچ نباشد آفرین گفتم میستادم و با او طرز دهشتناکی ماشین رانی را یاد میدادم بهار؟ چی بهار؟ ماشین فراموش کردیم مرا انتظار شو سلام دخترها با پایگاه میروید اینها میروند من نمیروم چرا ایسین در پایگاه شرمنده شدن شوکت رو دیدن نمیخواهی باره شما مثل کودک رفتار میکنید اگر ابله‌ها برای نیزا کردن خواهید رفته کردن گیرید هر چی خواهید کنید اما من نمیروم کاش میرفتی و میدیدی باره یک روی نکن رفتن نمیخواهم بهار شوکت رازی که بیا پیش من ماشین اکنه یادش بودم ادیختم من سمالیوت هم های میکنم برقیب چخیر خلال میرسونی چخیر میگذاری ایو همشه یاد میتم چون که من تمام درون و بیرون ماشین آب کرده خوردم بهار دیدی در حقیقت ماشین بسیار زور های میکنی تا اول خودت یاد بگی چی گپ شد بیس من میام بیس اومدم تو من خدا نکو دویدن گوساله تا کردم یک بار جستی ملخک دو بار جستی ملخک آخیر بشستی ملخک مردم با چی میرویم؟ یگان ماشین برکش رو داشتد همه کسه سوار شده میرویم ای بچه دیوانه ها بر این گپ نزن ما مرده رو گور نمیکنیم که ماشین برکش میگویی من تشکیل کردم حاضر یک مینی بوس میآید قندت زن ما از تو چنین رفتار را انتظار نبودیم همین خیل
اسین در حقیقت با ما نمیروی؟ نمیروم. این خیلی باشد فهمو ما از پس کارمون میشویم. تا بازدید. بله از پای کارتون شوید. من میدونم که شما حاضر به پایگاه میروید. از افت و اندامتون معلوم است. چرا دروغ میگویید؟ نه ای نه نمیرویم. ای تمام میرویم. برای ما عجیب است. رفته همش رو تماشا کرده اومده به تو نقل میکنیم. فهمه؟ نقل نکنید. یگان کلمه شنیدن هم نمیخوام، دونیستن هم نمیخوام. تمام من نقل میکنم. خیر تا بازدید. اسیم؟ سلام. نگو همه با پایگاه رفتن، تنها منو تو موندیم. هیچ گپ نه، هر دویمون صحبت میکنیم. بسیار خوب میشود. خوب شد که آمدید. از این نمایشگاه شاد هستی؟ من شادم. یگان مشکلی نیست، همش خوب است. خیلی خوب. تو کمی عصبی هستی؟ نه خوبم. تو هم با پایگاه رفتن نمیخواهی؟ نه من به کجا میروم؟ من از هر دویشان رنجیدم، حتی قهری شدم. اما البته و یعنی برایم شوق آور است. البته شوق آور است. یعنی رفتن میخواهی؟ بیرا. خدا نشانه دهد این دو دیوانه با هم دیگر جنجال کنن، تو آنها رو خلاص میکنی. بیرا. همین خیلی میگویید؟ البته. بیرا دخترم بیرا. چی ایستاده؟ بیرا. شفقت میرود. باید من زودتر به او رسم. بیرا رای سفید. وای اینجا رو شما. تو بیرا، من این جای ها رو نگاه میکنم، تو فقط پروا نکن. بیرا. ای دختر چی کار میکنی؟ خود رو در تگی ماشین میپرتایی. چی تو خودکشی کردن میخوایی؟ من هم میروم. رفتنی نبودی کو؟ وای اپای ملیکه بسیاری اگروی کرد. گفت که آنها در آنجا ابلهی میکنند. تو باید آنها رو پیشگیری کنی. مجبور میروم یعنی. بله. میمون بازی نکنم، ماشین رو های کن. هیچ کس نمیآید. این شوکت ترسید چی؟ انی همین خیل شیماش رو ترک کرد. کاش می آمد مسخره میکردیم. شفقت انا اون زن. دیدم. خوب استید؟ مرا در گرفت. وقتی که با شوهرم به بیمارخانه میرفتیم ماشینم ویران شد. از راه هیچ کس نمیگذشت. برای همین شوهرم ماشین گفته کجای رفت. تمام خودت رو خسته نکن. ما تو رو در حال به بیمارخانه میبریم. در رو به شوهرتون زنگ میزنیم. بسیار سخت درد میکنه. سباشه تمام. به شوهرت خبر میدم. آیسته. گذر. انا خیر. خدایا توبه. این ماشین ژورنالیستان باشد؟
نه این ماشین مخلص‌هایش. چه حال دارید؟ آفتاب نزد سگرچه ها؟ بیایید فرود. وای ماشا رو بین رقیبان را. ها شهری ها انتظاره. این قشلاقی ابین چی میگوید؟ سلام. این ماشین های قیمت بهای ابین ها؟ بله درست میگویی. کاش ایسا به چای خونه همین خیلی ماشین گرفتم بشود. طاقت کن، تولد نکن. طاقت کن. من طاقت میکنم او طاقت نمیکند. نترس حاضر من. نترس حاضر ما تو رو به بیمارخانه میبریم. نترس. اوه این شوکت سنگپوش کجا شد؟ میتواند در هر کجا باشد. این را کودک هم میدوند. میآید نمیآید کی میآید این را میپرسم. این را خدا میداند. ناکگیر امکی بخور. دندان داری؟ میبراید. نه نمیبراید. طاقت کن، تولد نکن. طاقت کن. بابا پای ابلهانت مرا عصبی میکنی شفقت. مایده چاکی من، شیرینه کی من. حاضر نبرو. مطلوبه بیمارخانه میبرم. انا بعد در اونجا برو. نه تو دختری پیسری التماس حالا نبرو. ای ماشینم جزیر بشود نبرو میگویم. برو من. شفقت ماشین رو دار. شفقت ماشین رو دار. در کجا دارم؟ بین انا در آن طرف یک جای هست. زودتر. تمام آمدیم. زود رو به اونجا میبریم. زودتر. بیا آهسته ای دختر ما در اینجا چی کار میکنیم؟ ما او را تولد میکنیم. چی؟ من حالا در اینجا دویگی میکنم ها؟ برادر آبی گرم بیارید. چی؟ من از کجا دانم؟ یک آگاز هست؟ این زن تولد میکنه. بیایید. تولد میکنه. حاضر یک دقیقه. روم اکی آبی گرم بیار. ای دختر ما دیوانه مخیر ما باید این رو با بیمارخانه میبودیم. آخر وقت نیست. وقت نباشد اما چی کار کرده میتوانیم؟ آخر ما دکتر نیستیم. ما باید با بیمارخانه بریم. ای گمسری حیاتی 2 نفر میروند. ما مجبور هستیم شفقت. ما مجبوریم. آه شد تمام. ایستا. بیا اینجا درست کش. الان میخواد. ایستا. آرام شو. انا آبی گرم آوردم. بمان رحمتی کالو. خوشحال های محله آمدند. سلام. از شوکت اگون خبر هست؟ نه برای چی؟ تا حال ناومد. البته ترسید. چی؟ شفقت از تو بترسید از اینجا بیا؟ ببخور سر نکن. پس او در کجاست؟ در قفس مرغش پنهان شده؟ من به شما نشان میدهم که شفقت در کجاست. از کدامتون سر کنم از کدامتون سر کنم؟ اکنون چی کار میکنی؟ من از کجا دانم؟ من دویا نیستم کو. دویا کی نباشی پس چرا 1 ساعت باز اینقدر واهمه بکنی؟ تو ندانی من از کجا میدونم؟ من حتی زن نیستم. من باشم 5 تا تولد کردم. آفرین. کودک میبراید. دکتر اما کی به همون یاری تاجیلی زنگ زد. زودتر. 1 دقیقه. تو یگان دختر شیناس پیناس نداری؟ یا بهترش به اپای ملیکه زنگ بزن. به من فرمان نده. برو از پس کاری خدا چا. من خودم میدونم چیکار کنم. نمیتونم. کودک میبراید. تمام. انا زنگ زدم. لبای. هلو اپای ملیکا. شوکت اینجا چی شد؟ نه هیچ چیز نشد لیکن میشود کودک میشود با ما کمک شما لازم است. چی خیلی؟ اپای ملیکا ما در راه یک زنی حامله دار رو دیدیم و خواستیم به بیمارخانه بریم لیکن دیر میکنیم. انا به اینجا آوردیم. حالا او تولد میکند با ما کمک کنید. زودتر بیا شوکت. زودتر. تلفن شوکت مرغ تا حال بند است. شاید شوکت ترسید و تلفنش را مخصوص بند کرد. تلپاک دیوانه ها بر این گپ نزن. شوکت رو نمیدونی از چی ترسید که از مسابقه ترسد؟ کلا ورم. این خیل باشد چرا بند است؟ گم شو.
شوخی کردم. انشالله نام و نشانش را میابیم. الو اپای ملیکا. فشارم بلند شد چخلیانه با من درست فهمونید. حاضر وقتی بلند شدنی فشار است اپای ملیکا التماس با ما کمک کنید. با ما گویید که ما چی کار کنیم. حاضر آبی کودک میآید. آبی کودک میآید. آمد. آبش آمده است. چقور نفس گیر نفس گیر برار. سرم تاب خورد باز نفس گیرم. تو نفس نگیر زنی حامله باید چقور نفس گیرد. باید زنی حامله چقور نفس گیرد. چقور نفس گیر بین. انا هم خیلی. بله نفس میگیرد. اکنون با دستی زنی حامله یک چیزی با قوت دهکی سخت دارد. چیزی مستحکم باشد مثل آهن باشد. فهمیدی؟ اینجا هیزم است. هیزم دیگه میشود. نمیشود. بهترش دستت رو ده که زنی حامله مستحکم دستت رو آهن بر این دارد. احتیاط شو زن میتواند دستت رو شکند هم من راضیم. ایسته تلفن رو خاموش نکنید. بیا خواهرم دستت رو ببند. فهمو کمی دیگر منتظر شده بعد میرویم. معلوم است که او نمیآید. ماشینش اینقدر عزیز بوده است از ترس نآمد. زودتر یگان کس شوکت را پیدا کند. زنگ میزنم بند است. زنگ اپای ملیکا اکنون چیکار میکنی؟ اکنون زور زن. تو نه زنی حامله باید زور زند. زور زن انا این خیل. دوام ده. آفرین زور زن کمی دیگر مون. غیرت کن خواهرم تو میتوانی از او دشت میبروی. اسین اکنون من با تو میگویم تو شکمی زن رو از بالا با پایین آهسته تلا کردن گیر تا کودک نازک براید. آهسته زور نزده آهسته مالیش داده. فهمیدی اسین؟ آهسته. تمام فهمیدم. زور زن خواهرم حاضر همش حل می شود. اسین اول با پایان نگاه کن. کودک را میبینی؟ اول باید کلاش تابد وگرنه فلاکت می شود. آپای ملیکا کلاش را میبینم. اکنون دستت را در تگی سری کودک آهسته مون و آهسته کلای کودک را کشیدن گیر. گردنش نشکند فقط آهسته. زور نزن. شو تمام سر و سیمه نشه. بله آهسته می آید. تا حال بند است. چی مشکلی شده است؟ به سر شوکت هرچی آمدنش ممکن. اگر با گیتلر واخوردم گوید باور میکنم. من هم به این باور میکنم. اما این قدر دور و دراز با کی گپ میزند؟ با عروسش ایسین. اینها چی بلایی دارن؟ تشکر زیاد به شما. انشالله شما هم همین خیل فرزنددار میشوید. انشالله. تو چی میگویی عزیزم؟ ما اویله دار نیستیم. نه ما اویله دار نیستیم. تو چرا سفسطه میگویی خواهرم؟ اما مثل زن و شوهر بگو میکرده. نه ما حتی دوست داشته هم نیستیم. بله این خیلی نگو. چی ها میگویی؟ سرم سخت شده. ما از پسی کارمون میشویم. اما به دکتر زنگ زدی؟ میاد کمی صبر کنید. تشکر ما کارو برداریم. چی کار میکنی؟ تو رفت دستورات رو بیشو. خب او نمیآید. بیایید میرویم. برادران عزیز کم ترکی دیگر طاقت کنید. کجا شدی شوکت؟ شوکت آمد. شوکت آمد. شوکت ما آمد.